سلام، موحد هستم. در این جلسه میخوایم دو کلم حرف حساب در رابطه با داستان یا افسانه شهادت حضرت فاطمه باهاتون بزنم. ابتداءً همه ما مسلمون ها شخصیت حضرت علی رو میشناسیم. شجاع، با ایمان، شجاع نترس، شجاع جنگجو، شجاع با غیرت و باز هم شجاع، فاتح خیبر، داماد پیامبر و کسی که لقب شیر شکست ناپذیر خدا رو از رسول الله میگیره. اما با ما بیایید شخصیت همین حضرت علی رو بعد از وفات پیامبر معرفی کنیم. اینجا ما دو شخصیت داریم، دو شخصیت کاملا متفاوت. خواهش میکنم با سعه صدر گوش بدید و این دو شخصیت رو تجسم کنید، بعد ببینید کدوم یک از این دو شخصیت میتونه حضرت علی واقعی باشه. شخصیت اول: یک روز بعد از کفن و دفن پیامبر، پس از شنیدن خبر بیعت مسلمون ها با ابوبکر صدیق، علی از خونه خارج میشه، به سمت مسجد میره و با ابوبکر بیعت میکنه. این شخصیت در زمان خلافت ابوبکر صدیق از اعضای بارز و صاحب نظر در مجلس شورا بوده. در ایام جنگ با مرتدین فرمانده سپاه محافظت از مدینه بوده. در زمان خلافت عمر بن خطاب هم از اعضای بارز و اصلی شورا و جانشین خلیفه در مدینه به حساب می اومده. دختر خودش و فاطمه ام کلثوم رو هم به عقد ازدواج عمر در میاره و در واقع پدر خانوم خلیفه هم میشه. و در زمان عثمان به همین صورت از اعضای برجسته شورا بوده و همراه فرزندانش حسن و حسین از عثمان در برابر شورشیان دفاع میکنه. این یک شخصیت. و اما شخصیت دوم حضرت علی: بعد از وفات رسول الله، علی چون نمیخواسته بیعت کنه، به همراه فرزندانش، یارانش از بنی هاشم و زبیر در خونه خودش و حضرت فاطمه پناهنده میشه و نه تنها اینکه نمیتونه رأی خودش رو بگه، حتی توانایی دفاع از خودش و خانواده‌اش رو هم نداشته. عمر به همراه چند نفر دیگه خیلی خشمگین به سمت خونه فاطمه میره که به زور از علی بیعت بگیره. علی کنج خونه نشسته بوده و کلی مرد دیگه هم توی خونه بودند، اما فاطمه که حامله بوده رو میفرستند که در رو روی مردهای عصبانی باز کنه. عمر با لگد به در میکوبه و در رو آتیش میزنه. در خونه به پهلوی فاطمه میخوره. فاطمه بین در و دیوار گیر میکنه و میخهای در به سینه‌اش میره، دنده هاش میشکنه، جنین توی شکمش به اسم محسن سقط میشه و علی و بقیه مردها هنوز کنج خونه نشستند. عمر و یارانش وارد خونه میشند، بند به گردن علی میندازند و میکشنش به سمت بیرون خونه. فاطمه با پهلو و دنده شکسته و بچه‌ای که سقط شده علی رو میگیره و اجازه نمیده که شوهرش رو ببرند. عمر و یارانش از یک طرف علی رو میکشیدند و فاطمه هم از یک طرف. عمر که میبینه نمیتونه علی رو از دست فاطمه در بیاره، با شلاق به بازوی فاطمه میزنه و بازوی فاطمه کبود میشه و علی رو هم با خودشون میبرند. روز بعد فاطمه سوار بر الاغ میشه و در بین خونه های انصار میگرده تا برای شوهرش بیعت بگیره و به سمت مسجد میره و سخنرانی میکنه که همه رو به گریه میندازه. تازه بعد از اون علی مجبور میشه نمازهای پنجگانش رو هم توی مسجد پشت سر قاتلین همسر و فرزندش بخونه، توی جنگ ها هم به عنوان فرمانده شرکت کنه و حتی بدتر دخترش رو هم بده به شخص قاتل همسرش. ابتدا عذرخواهی میکنم از اینکه نام حضرت علی شیر شکست ناپذیر خدا روی همچون شخصیت بیخاصیت و بیغیرت و ترسویی گذاشته شد و اینکه یاران پیامبر که قرآن کریم اونها رو مهربان در بین هم معرفی کرده اینطور خشن و بیرحم معرفی شدند. اما اکثرا میدونیم که همین داستان رو مبنایی برای گریوندن مردم و عزاداری قرار دادند. شاید اگر به 20 سال قبل برمیگشتیم نیازی نبود اصلا به این موضوع پرداخته بشه و این داستان مثل خیلی از داستانهای دیگه که هیچ پایه و اساسی ندارند داشت لای کتابهای بی اصل و سند قدیمی خاک میخورد و چون خبری از شهادت حضرت فاطمه در جامعه نبود، عبارت شهادت حضرت فاطمه توی پرانتز به قولی به تقویم‌های کشور اضافه شد.
و در سال 1379 عبارت به قولی هم حذف شد و شهادت حضرت فاطمه با یقین در ایران اثبات شد و در تقویم ها قرار گرفت و این روز تعطیل رسمی اعلام شد. و چند سال نگذشته بود که این یک روز هم به 10 روز تبدیل شد و ایام فاطمیه را ساختند و اماکنی به اسم فاطمیه راه اندازی کردند. پس در این صورت چاره ای نداریم جز اینکه 2 کلم حرف حساب راجع به این داستان بذاریم، چون موضوع رو اونقدر تکرار کردند که به نظر بعضی ها شهادت حضرت فاطمه از بدیهیات تاریخیه. تعصب را کنار بگذار، یک روشن فکر باش. واقعیت اینه که کتاب‌هایی که داستان شهادت حضرت فاطمه در اون ذکر شده حتی در بین کتب شیعه جدا از اینکه سند درستی نداره حتی از نظر منطقی و عقلی هم باطله. قبل از اینکه بریم سراغ سند کتاب‌هایی که این داستان درش ذکر شده، خواهش میکنم فقط با استفاده از عقل و منطق به داستان توجه کنید. فرض را هم بر اعتقاد علمای شیعه میگیریم که حضرت علی نمیخواستند بیعت کنند و برای جلوگیری از اختلافات و فتنه سکوت اختیار کرده و وارد مسائل خلافت و امامت هم نمیشیم. ابتدا فقط چند تا سوال در رابطه با داستان شهادت حضرت فاطمه میپرسم. سوال اول: حضرت علی فاتح خیبر، یکی از با غیرت ترین یاران پیامبر، چرا همسر عزادارش که حامله هم بوده رو میفرسته تا در رو روی دشمنان عصبانیش باز کنه؟ خود شما اگر یک عده از دشمنان خطرناکتون بیان برای اینکه شما رو با خودشون ببرن، واقعا همسرتون رو میفرستید پشت در؟ بنابر اعتقاد علمای شیعه، حضرت علی، حسن، حسین و فاطمه هر 4 تا علم غیب داشتند. به عبارتی ما 4 تا عالم غیب توی اون خونه داریم که آینده رو هم میدونند. وقتی میدونند که این بلا سر فاطمه میاد، چرا از علم غیبشون استفاده نکردند و از مدینه بیرون نرفتند تا حداقل آب از آسیا بیفته؟ سوال سوم: حضرت علی که میدونسته اینها پهلوی همسرش رو میشکنند، بچهش رو میکشند و نهایتا هم میبرنش و ازش بیعت میگیرند، چرا از اول نرفت و تقیتا بیعت نکرد و جلوی این همه درگیری و قتل رو نگرفت؟ سوال چهارم: در این داستان اومده که ابتدا در خونه رو آتیش میزنند و دور خونه رو هم هیزم گذاشتند. به نظر شما توی خونه های 1400 سال پیش که از چوب درخت نخل و کلوخ ساخته می شده و اندازه اتاقی از خونه های امروزی بوده، در حالی که آتیش بگیره اصلا میشه دووم آورد و جلوی در آتیش گرفته رو گرفت؟ و بقیه چطور توی اون اتاق که نهایتاً 5 در 5 متر بوده مقاومت می کردند؟ حضرت فاطمه 6 ماه حامله بوده. حالا از کجا میدونسته که این بچه درون شکمش پسره که بعد از اون براش اسم هم انتخاب کنند؟ البته خب شخصیت های سناریو باید اسم داشته باشه. بگذاریم. سوال ششم: وقتی عمر و یارانش وارد خونه میشند و بند به گردن حضرت علی میندازن و میبرنش، فاطمه با دنده شکسته و میخی که به سینه‌اش رفته و بچه‌ای که سقط کرده علی رو از یک سمت میگیره و از سمت دیگه عمر و یارانش علی رو میکشیدند. تازه نمیتونستند از دست فاطمه درش بیارند که عمر مجبور میشه با شلاق به بازوی فاطمه بزنه. اولا شخصیت حضرت علی رو توی این وضعیت تصور کنید. دوما فاطمه با اون شرایط چقدر قدرت داشته که چند تا مرد قوی نمیتونستند علی رو از دستش در بیارند. و سوال بعد: بقیه یاران حضرت علی توی خونه داشتن چیکار میکردند؟ سوال هفتم: در ادامه روایت اومده که بعد از این حادثه حضرت فاطمه سوار الاغی میشند و دور مدینه خونه به خونه میگردند که برای حضرت علی بیعت بگیرن و بعد به مسجد میرن و سخنرانی میکنند که همه را به گریه میندازند. سوال اینجاست که به نظر شما زنی که دنده‌اش شکسته و میخ به سینه‌اش رفته و بچه سقط کرده اصلا میتونه از جاش بلند بشه؟ چه برسه به اینکه از خونه بیرون بیاد، چه برسه به اینکه سوار الاغ بشه، چه برسه به اینکه بره مسجد و سخنرانی کنه؟ سوال هشتم: طبق روایت‌های صحیح هم از اهل سنت و هم شیعه، علی دختر خودش ام کلثوم رو به عقد عمر در میاره. چطور ممکنه کسی دختر خودش رو به قاتل همسرش بده؟
واقعا عقل هم نعمت بزرگیه. اما اجازه بدید به یک شکل دیگه به در خونه و لگد زدن به در دقت کنیم. تعصب را کنار بگذار، یک روشن فکر باش. از اونجایی که این داستان برای اولین بار 4 قرن بعد از پیامبر روایت میشه، راوی این داستان در خونه حضرت فاطمه رو مثل خونه های بزرگ دوران بنی عباس فرض کرده، در حالی که در خونه های زمان پیامبر یا از پرده بوده و یا از حصیر که از برگ درخت نخل بافته میشه. با اینکه خیلی خنده داره که در خونه های 1400 سال پیش رو مثل درهای امروزی از تخته های صاف و یک دست فرض کنیم، اما با این فرض محال داستان رو ادامه میدیم. نتیجه قانون اول نیوتن اینه که اگر به جسمی نیرو وارد بشه، جسم حرکتی بر راستای همون نیرو خواهد داشت. در اکثر ورژن های افسانه شهادت فاطمه، عمر با لگد به در میزنه و فاطمه بین در و دیوار میمونه که باعث میشه میخ به سینه حضرت فاطمه بره. در اکثر خونه ها در رو وسط دیوار میذارند، یعنی در این صورت حضرت فاطمه باید 180 درجه با در بچرخه که به دیوار برسه. اصلا همچون چیزی ممکنه؟ حالا بیایید بیشتر خیال پردازی و صحنه سازی کنیم و سناریو رو به داستان شهادت نزدیک ترش کنیم. اینجا زاویه دیوار و در رو 90 درجه حساب کردیم، یعنی نزدیکترین حالت ممکنه یک در با دیوار خونه. حتی در این حالت هم طبق هیچ قانونی و به هیچ عنوان کسی که پشت دره با ضربه‌ای که از در بهش میخوره بین در و دیوار نمیمونه، بلکه در راستای ضربه به عقب پرت میشه. تو ورژن های دیگه این داستان عمر در رو هل میده و فاطمه با فشار در رو میگیره. تازه در اینجا یادآوری میکنیم که حداقل 5-6 تا مرد دیگه گوشه اون خونه نشستند و دارن این صحنه رو تماشا میکنند. جالب اینجاست که در این شرایط هم وقتی در حد اکثر 50 درجه باز بشه، دیگه راه برای ورود همه به خونه هست و اصلا نیازی به فشار دادن حضرت فاطمه به دیوار نیست. تمامی اینها فقط گوشه ای از نکات خنده‌دار و قابل تأمل در افسانه شهادت حضرت فاطمه بود. افسانه ای که با اون بیش از 20 ساله که مردم رو میگریونند. اماکنی به اسم فاطمیه تأسیس میکنند، مراسم تعزیه میگیرند و پول مردم رو برای ساخت ذریح به چپاول میبرند. گاهی اوقات دروغ‌های شاخدار رو اونقدر تکرار میکنند که فراموش میکنیم دارن به شعورمون توهین میکنن. و یادتون باشه 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اگر سوال یا اشکالی در مورد این ویدیو براتون به وجود اومد، به این شماره 2097 14 280 68 28 تماس بگیرید. صدای شما ضبط خواهد شد و به سوال شما در همین ویدیو پاسخ خواهیم داد، یا به این شماره SMS ارسال کنید و در مورد این ویدیو هر سوالی که دوست داشتید بپرسید. هدف ما رسیدن به حق، پس آزاداندیش باشیم.